ما در این فیلم فقط حقایق رو نشون میدیم. ما چیزی رو سانسور نکردیم. البته شاید خود شما مجبور به این کار بشین، چون در این فیلم صحنه‌های غیر عادی وجود داره که ممکنه باعث انزجارتون بشه. اخطار. این صدا قبل از هر صحنه غیر عادی به گوش میرسه. اگه ناراحت میشین نگاه نکنین. صبر کنین تا این صدا به گوشتون برسه. اون وقت دوباره به پرده نگاه کنین. ولی علیرغم این اخطار ما از شما دعوت میکنیم که این فیلم رو با چشم باز و مهمتر از اون با فکر باز ببینین. آیا تمام اینها خرافاتن؟ حقیقت؟ تصور؟ از پشت درهای بسته مغز چه چیزهایی کشف شده؟ آیا بعد از مرگ باز زندگی هست؟ آیا نیروهای ماورالطبیعی وجود دارند که در زندگی عادی ما موثرن؟ ما عقیده پروفسور برنر شیبلر آلمانی رو در این مورد میپرسیم. پروفسور شیبلر فیزیکدانیه که عقیدش درباره فوق زندگی بر اصول علمی استواره، نه خرافات. درباره مسائل فوق روانی دو کلاس فکری متفاوت وجود داره. یکی از اونها درباره تمام فعالیت‌های ماورالطبیعه بشری بر اساس عملیات درونی و قدرت اون در ضمیر خودآگاه توضیح میده، مثل پیشبینی وقایع، حرکت دادن اجسام بدون هیچ عامل قابل توجیه فیزیکی و دنیای بعد از مرگ. و کلاس فکری دوم در مورد ارتباط ارواح مردگان با زنده ها بحث میکنه و اساس این فرضیه بر اینه که در ورای دنیای مادی قابل رویت و لمس و احساس ما دنیای نامرئی دیگه‌ای وجود داره که ما بعد از مرگ وارد اون میشیم. البته قسمتی از وجود ما که دین اون رو خطاب کرده و در مسائل فوق روانی بهش میگن تغییر ماهیت زیست که من بهش معتقدم. مبنای فکری بشر مدتها بر این تئوری استوار بوده که اگه شی یا ماده وجود خارجی داشته باشه باید اصلش به وسیله حواس پنجگانه ما احساس بشن. ما وجود این درخت رو قبول میکنیم، اونو میبینیم و میبینیم که موقع تعویض فصل‌ها چطور تغییر شکل میده. ولی ما درباره خیلی از چیزهایی که در اطرافمون میگذره و نمیتونیم اونا رو احساس کنیم چیزی نمیدونیم. با کمک علم جدید حالا ما قادریم اجسام و اثراتی رو ببینیم و بررسیم که قبل از این حتی وجودشون رو تکذیب میکردیم.